با سلام. امروز 3/3/1403 هست که خوشبختانه چهارمین کتاب خودم رو به پایان رسوندم بعد از چند سال تحقیق و زحمات بسیار زیادی در این مورد کشیدم. 3 کتاب که قبلا تألیف کردم، خب که آخرین کتاب در مورد پوست هستش در سال 1394، یعنی این حدود 9 سال قبل. بقیه کتاب هم بیش از 10 سال قبل است که تألیف کردم. این کتاب 4م هست که تألیف کردم. فوق العاده مفید هست. موضوعش چی هست؟ موضوع این کتابم تغذیه هست، بیماری ها هست، طب سنتی و گیاهان دارویی هستش. من لیسانسم زیست شناسی، فوق لیسانسم بیوشیمی، دکترای تغذیه و چندین سال هم تحقیق در مورد گیاهان دارویی و طب سنتی، که کتاب هایی که اینجا ملاحظه می‌فرمایید تعداد خیلی کمی از کتاب هایی است که مطالعه کردم، هم در زمینه تغذیه، هم طب سنتی و هم گیاهان دارویی. من اطلاعات خودم را که اطلاعات بسیار جدیدی در مورد تغذیه و بیماری ها و طب سنتی و گیاهان دارویی هستش، از طریق سخنرانی هایی که زیادی دارم در مدارس، مساجد، دانشگاه ها، و از طریق رادیو و تلویزیون خراسان رضوی، و از طریق کتاب هایی که تألیف کردم، و از امشب هم از طریق فضای مجازی به اشتراک خواهم گذاشت که شما بتونید بهترین اطلاعات در مورد سلامت بودن و تغذیه سالم رو انشالله داشته باشید. موفق و سلامت باشید.